که از علتایی که از زن و شوهر از هم فاصله میگیرن و مشکل دارن تعارضات خانواده هست. یعنی نتونسته بپذیره که بابا مامانش و مامانم و باباش و بابام هیچ ربطی الان به زندگی من نباید داشته باشه، یه موضوع دیگه با تمومش کنی بره، الان زندگی تشکیل شد. من برای اینکه صحبتم رو بتونم توی این قضیه مدیریت بکنم مجبورم دو تا راه حل بگم به آقایون و خانم‌هایی که زندگیشون شکل گرفته ولی هنوز درگیر این حرفان و بچه‌ها دارن توی این محیط بزرگ میشن. بچه‌ها ببخشید، حالا شما هم نشستید اینجا، هر وقت بحث مامان خانواده‌ها پیش اومد اونجا نشید، بلند شید اتاق برید بیرون. این به شدت غیبت. شما در جریان خیلی چیزا نیستید و میایید میشنوید، پر میشید، به هم میریزید. مامان بابایی که اشتباه میکنه و جلوی بچه‌ها این حرفا رو دارید میزنید. من دارم به همتون مدیونیت داری این حرفا. به بچه‌ها دارم میگم بچه‌ها به محض اینکه از عمه شروع شد، از خاله شروع شد، از دایی شروع شد، از عمو شروع شد، ننشینید. این از بچه‌ها. پدر مادرای بزرگوار، تو رو خدا خواهش میکنم ازتون، بچه میخواد توی محیط آرام تربیت بشه، محیط تعاملی، تعارضات خانوادگیتون نباید تو خونتون زیاد باشه و هست.